درود به همه فارسی زبانان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و باز اومدم به خونه هاتون با یه ریاکت دیگه از کشور عزیز تاجیکستان. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم باز از شهرام عبدالحلیم که این آهنگ دیروز یا پیروز اومده و میخوام با همدیگه به این موزیک ویدیوی بسیار زیبا ریاکت بریم. مرسی بابت همه حمایتایی که میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو هم با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بذارید برای اینکه کانالمون بزرگتر بشه. بدون معطلی بریم ببینیم شهرام جان چیکار کرده با آهنگ جدیدش. پس برو بریم. شهرام اولش به اصطلاح شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان بود. از اون پرچم من شناختم. بریم شهرام جان چیکار کرد. مرا پدرم و کلی به خارجه برده ایستاده است. بین ما هرچی بود تا اینجا بود. مرا ببخش. کدم نولا کدم خنده کدر رفتی ما شیشه دل سختم تا شکسته و رفتی با شیشه ما شیشته شیدم خسته شیدم ای غموت با دل بازی کدن نیت مرا مونده کدی ای حیات ازدم تو نکده فراموش جوشده میگیره دیگر آغوش هر روز باید ما میکنه گوش لقتی دیگه کسی خرگوش نمیدونی دردی ما ای بیتونست ای بی ما عاشق داتی مرشدانی دل با دوده حیفی من نگو میرم رفتی پنود بخدو دیلت مونده بیمون نره تنها مرا نمون نگو میرم رفتی پنود بخدو دیلت مونده بیمون نره تنها مرا نمون. دوست دخترش پدرش گفته ما باید بریم از اینجا و ما دیگه نمیتونیم با هم دیگه باشیم. به نظر من رفتنی میره. پس خودتونو اذیت نکنید. اگر کسی رو پیدا کردید که نموند باهاتون و رفت، بدونید که اشتباه از شما بوده نسبت به انتخابی که کردید. بعد کسی که میخواد بره، آقا بذار بره، در رو براش باز کن، بگو عزیز من زودتر برو که بعدی میخواد بیاد. آقا رفتنی برو عزیزم، برو دنبال زندگی، ما هم بدونیم باید چیکار کنیم. بریم ادامه. اینم بگم شهرام جان صدای خیلی قشنگی داره، جوون خوش صدایی هم هستش، آینده دار هستش. دقت کنید به صداش، یه صدای خاصی داره که دیگر خواننده ها ندارند. نمیخوام بگم بهترین صدا هستش، چون کشور تاجیکستان خواننده های خیلی خوب و خیلی قوی داره. من 100 خورده ریاکت رفتم از این کشور، از آهنگاش، از موزیکاش، ولی دقت تو صدای شهرام بکنید، دقت کنید. بریم ادامه. میگه الان که اینجا که بغل آب نشسته بودن، میگه که لب آب و می ناب و دلبر نیکو سرشت، ای به جهنم که نمیرم به بهشت. سخن بزرگان. بریم ادامه. دلبرم میرقصه با کبوترم هر روز در می خونه ها میزنه مرو برو پر میزنه شب پرک چشموش گیری اونا بیدرک گیریه نک شیری نکم شیطون نکم نیله نک تو میره رنجیده ای بی من سای بیتر هر جوی قدم زده صدوی ما در گوش
آهنگ به اصطلاح یه جوریه که میگه که آقا نگو میرم. خب میره که میره. بازم موزیک ویدیو تو شهر دوشنبه هستش، پایتخت کشور عزیز تاجیکستان. بسیار شهر زیبایی هست شهر دوشنبه. اگر دوستایی که برای اولین بار دارن ویدیو منو میبینن، یه ویدیو دیگه من راجع به شهر دوشنبه و کشور تاجیکستان درست کردم، برید ببینید این دوشنبه چیا داره. آقا خوراک مسافرت، توریستا آقا بریزین تو دوشنبه، حالش رو ببرید. بریم ادامه. دماغشو نکن، گناه داره. بره دیگه، چه دماغشو میکنی؟ خونه قلبم کردی غم برون، در آخری شمولت مرا کردگ روان. نگو میرم رفتی پناد بخدو. اینجا میگه خونه منو کردی غمبارون از رفتن. به نظر من اینجا شهرام جان داره یه خورده مزاح میکنه، شوخی میکنه، چون پسرها وقتی که به اصطلاح از یکی جدا میشن و به اصطلاح مجرد میشن بیشتر خوشحال میشن. بیشتر حال میکنن، یه چند وقتی میتونن نفس بکشن با فکر باز، ببینن اون کسی که به اصطلاح به آلمانیش میشد پاست هستن با هم دیگه، به زبان خودمون میشه مچ باشن. مچ هم که انگلیسیه. با هم دیگه اوکی هم انگلیسی. آقا با هم دیگه ردیف باشن. با هم دیگه خصوصیات اخلاقیشون یکی باشه. گفتم بالاخره مردم تا گفتم. آقا مردم تا گفتم. ناراحتی نداره که ایستاسو. نگو میرم رفتی پناد بخدو، دیلت مونده بیمون نرتم مرا نمون. نگو میرم رفتی پناد بخدو، دیلت مونده بیمون نرتم مرا نمون. خب اینم یک موزیک ویدیو دیگه از شهرامی عبدالحلیم با صدای زیباش و همیشه هم دختر خانومایی که توی ویدیوش میاره بسیار خوش سیما هستن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. مرسی بابت همه محبتاتون، مرسی بابت کامنت های زیبایی که دارید واسه من میذارید. امیدوارم این انرژی مثبتی که به من میدید برگرده به خودتون. سلامت، سرحال، در کنار خانواده، خوشحال، سربلند، جیباتون پر پول. تا ویدیوی بعدی، بدرود.